نیم قرن پیش در سحرگاه دوشنبه 21 فروردین 1351 ساعت 5:37 بامداد زمین زیر پای اهالی قیر بیرحمانه لرزید. زلزله‌ای به بزرگی 6.9 در مقیاس ریشتر و به مدت 19 ثانیه جان بیش از 5000 نفر از ساکنان قیر، افزر و روستاهای همجوار را گرفت. حال 50 سال از آن حادثه دلخراش می‌گذرد و اما امروز این خرابه ها به ما یادآوری می‌کند زندگی آنقدر کوتاه است که به اندازه چند ثانیه می‌تواند ویران و بر سرت خراب شود، اما تنها چیزی که می‌ماند مهربانی‌ها، لحظات و خاطرات خوب در ذهن و یاد دیگران است. پس تا جایی که می‌توانیم کینه‌ها و دشمنی‌ها را از خود دور و قلب‌ها را سرشار از عشق و محبت کنیم. زلزله چه عروسی‌هایی را به عزا تبدیل کرد و چه تولدهایی را به آغوش مرگ کشاند و چه دور همی‌های گرم خانواده‌ها را به سنگ قبری سرد در گوشه قبرستان تبدیل کرد. این زلزله شاید خیلی‌ها را تکان داد.